خدمت عزیزان سلام و درود من را بپذیرید در هر کجا که هستید. از خداوند بزرگ می خواهم که به من توانایی اونو بده تا بتوانم شادی و شادمانی را در زندگی با یکدیگر شناسایی کنیم و با همه مردم شریک شویم. استاد میگوید رسم دنیا در همین است، آنکه آمد رفتنی است، بعد رفتن نام نیک بر زبانها ماندنی است. زندگی سرشار از موضوع گفتگوی من گفتگوی 12 است که موضوع زندگی و شادی است. زندگی سرشار از شکوه و عظمت الهی است، اما ما از آن ناآگاهیم. متاسفانه اغلب مردم از این شکوه و عظمت بیکران بیخبرند. گویی که اغلب مردم در خوابی عظیم و عمیق به سر میبرند. آنچنان در خوابی عمیق فرو رفتند که از این همه شکوه و زیبایی عظیم غافل ماندند. شکوه و عظمتی که از هر زاویه اگر به آن نظر کنیم کامل ترین هاست. در هستی زیبایی ها آنقدر چشمگیر هستند و جذابیت آنها آنقدر خیره کننده است که چیزی بالاتر از آن نمیتوان تصور کرد. اما متاسفانه اغلب مردم در خوابی سخت به سر میبرند و این خواب آنقدر برای آنها مهم است که نمیخواهند بیدار شوند. بنابراین در چنین خوابی سخت چطور انسان میتواند با دنیای حقیقی خود رابطه داشته باشد؟ انسانی که واقعیت‌ها را حقیقت می‌شمارد چطور می‌تواند از خواب بیدار شود؟ مثل این میمونه که در بیرون آفتاب باشه ولی ما در اتاق تاریک در خواب هستیم و نمی‌توانیم زیبایی نور و آفتاب را تجربه کنیم. گویی در فصل بهار است و درختان شکوفه کردند و پرندگان در حال آواز و خواندن هستند و باد در میان درختان به رقص در آمدند، ولی اغلب مردم در خوابی عمیق و سخت فرو رفتند که گویی آنها زندگی نمی کنند و زنده نیستند. می توانم بگویم که فقط عده معدودی هستند که می توانند در این موقعیت زیبا و در این فصل بهاری در باغ بستانها که مملو از گیاهان که گلهای رنگارنگ و صدای پرندگان دلنشین و رقص باد در میان این را ببینند و حس کنند و درک کنند. بعضی از این مردم که در باغ زندگی قدم می‌گذارند آنقدر درک و احساس دارند که گویی خود آنها گل هستند و یا خود آنها همان پرندگان هستند، زیرا که در بستان آنقدر غرق شدند که گویی همجنس آنها هستند. ولی متاسفانه اغلب مردم در همین بستان در گوشه‌ای در خوابی عمیق فرو رفتند ولی خود نمی‌دانند.
و گویی هیچ تماسی در این بستان ندارند. آنها همچون کرمی که در گوشه از بستان در پیله خود فرو رفته و منتظر مرگ هست که شکاف اجباری توسط حسی به وجود بیاید و آنها از پیله خارج شوند، آنها گویی تمام زندگی خودشان را در پیله به سر بردند و از زندگی هیچ لذتی و هیچ شهدی از این باغ و بستان به دست نیاوردند. آنها در این باغ زیبا و پیله های خودشان را که در خواب و در کابوس های وحشتناک و ناراحت کننده به سر میبرند و یا از ترس و وحشت در پیله های خود فریاد میزنند ولی شهامت بیدار شدن را ندارند. ما با نیروی عظیم و یک پارچه به دنیا آمده ایم. این نیروی عظیم و یک پارچه در نهان ما قرار داره ولی ما از آن بیخبریم. احتمال داره که از این دنیا بریم بدون اینکه از آن آگاه شویم. اگر آگاهانه و هوشیارانه حرکت نکنیم ممکن است هدف اصلی خودمان را از دست بدهیم. هدف اصلی هر یک از ما در زندگی حقیقی بودن است، یعنی درست زندگی کردن، نه زنده بودن. به او رسیدن یعنی عاشق شدن. به او رسیدن یعنی عاشق شدن به او و به تمام انسان‌های روی کره زمین. انسان عاشق هندی، بودایی، یهودی، مسیحی، زرتشتی، بهایی، مسلمان نمی شناسد، چون دین و قانون خدا به او یاد داده است که خداوند همگی ما رو دوست داره. انسان عاشق آمریکایی، ایرانی، اروپایی و غیره را نمی شناسد، چون در روی کره زمین مرز و بومی وجود ندارد. خداوند کره زمین را داده به ما، به همگیمون داده که ما زندگی کنیم. انسان عاشق سیاه و سفید و زرد و سرخ نمی شناسد، چون رنگ‌های مختلف از نژادهای مختلف همگی زیبا هستند، هر یک به نوعی. انسان عاشق فقط یک چیز را می‌داند: او عاشق است. او در کل هستی قرار گرفته است. بنابراین عشق مذهب، مرز و بوم، رنگ نمی‌شناسد. اگر آگاهانه عاشق نشویم، اجزای کوچک تبدیل خواهند شد، همچون پر کاهی در مسیر باد، همچون تکه چوبی در جریان رودخانه شناور می شویم. به همین دلیل است که بسیاری از مردم در بدبختی به سر می برند. بدبختی مردم عامل بیرونی ندارد، بلکه ریشه آن در دور شدن آنان از هدف خویش است، یعنی دور شدن از درون، دور شدن از عشق. وقتی که از هدف اصلی دور شویم، به درستی احساس خواهیم کرد که چیزی در زندگی ما کم و کسر است، ولی آنها نمی‌دانند که آن
حقیقت چیست؟ عشق چیست؟ آزادی چیست؟ شادمانی چیست؟ متاسفانه ولی همگی می‌دانیم که در درون هر یک از ما یک بذری نهفته است که این بذر هنوز رشد نیافته و هنوز شکوفا نشده است. تنها کاری که می‌کنیم و می‌توانیم بکنیم این بذر را با خود متاسفانه حمل می‌کنیم. بذری که هنوز رشد نیافته و هنوز شکوفا نشده است. سرنوشت این بذر چه خواهد شد؟ سرنوشت آن مسلماً مشخص است که بدبخت ماندن است. اگر این بذر رشد کند و خود را تبدیل به یک گل کند چه سرنوشتی را خواهد داشت؟ یک گل میتواند در خورشید انرژی بگیرد و میتواند زیبایی خود را به جهانیان نشان دهد. یک گل میتواند به توسط باران خود را تطهیر کند و رشد زیبا و با تراوتی را داشته باشد. یک گل میتواند با باد به رقص و شادی درآید. فقط یک گل میتواند ترانه‌اش را بخواند. فقط یک گل میتواند پرنده زیبا را به رقص و آواز درآورد. ترانه‌ای با شادمانی. فقط یک گل خوشنودی و کامروایی را میشناسد چون طبیعت آن است. فقط یک گل با هستی راحت است به طوری که بذر نمیتواند احساس راحتی کند زیرا بسته است، زیرا ناشکفته است و هیچ تماسی و ارتباطی با کل جهان ندارد. نه از ماه چیزی میداند، نه از خورشید اسمی میداند و نه از ستارگان. حتی اسمی از آنها به گوشش نخورده چون رشد نکرده است، زیرا بسته است. از گلهای دیگر بیخبر است، از رنگین کمان بیخبر است، از آواز زیبا و با شکوه پرندگان بیخبر است، از وزوز زنبور عسل بیخبر است. نمیداند، اما در جایی از ژرفهای وجودش دانه‌ای قرار دارد که شدیداً برای دانستنها، دیدنها و شنیدنها و اتصالات او با تمام زیبایی‌ها تشنه و گرسنه است. او اشتیاق شدیدی برای همه چیز دارد. چون خداوند در فطرت تمام انسانها و در فطرت او تمام اسما و علوم را به او یاد داده که باید چه کار بکند. در سکوت باید هوشیار و آگاه شویم تا بتوانیم با تفکر و تعقل دانه‌ای که در خاموشی ما قرار داره رشدش دادیم. رشد خود را در این بهار نوروزی که هر روز ما بهار نوروزی هست به حدی برسانیم که ما بذر وجودمون رو بشکافیم و با هوشیاری توان آن را بزرگش کنیم. آن روز روز بزرگی خواهد بود. روز شادمانی و تراوت خواهد بود. روزی که بذر گلهای وجودمان شکوفا می شوند. روزی که هر روز ما و وجود ما بهار است. روز نو است و در یک باغ پرگل وارد می شویم. ما هنوز وقت داریم
که شکوفا شویم. راه رسیدن به خدا جشن گرفتن زندگی است. رقص کنان، آواز خواندن و خنده کنان، این عمل و حرکت نشان دهنده شکوفا شدن ماست. این عمل و حرکت در راه حقیقت گام گذاشتن است. به زندگی بنگر. اگر این زندگی آفریده خداست و تجلی وجود اوست، رقص و آواز و شادی را بیافرین و با همه همصدا باش. پس چرا در بعض خاموش و ناشکفته باقی مانده ایم؟ ما باید با طبیعت برقصیم، با طبیعت آواز بخونیم، چون همه چیز را خداوند آفریده است. مراقبه تو را از موسیقی شورانگیز هستی آگاه می سازد. مراقبه یا مدیتیشن در درون میریم و اون صدای هستی را در درون می توانیم متولدش کنیم. ذهن ما در ماورای طبیعت نمیتونه حرکت کنه، ولی درون ما میتونه اتصال حاصل بکنه. موسیقی دنیای بیرون و دنیای درون رو با هم هماهنگ میکنه، مانند یک رهبر ارکستر. این موسیقی همیشه هست، اما ما هوشیار و بیدار نیستیم. از این رو آن را نمیشناسیم، با آن بیگانه هستیم. وگرنه هستی چیزی جز لذت از موسیقی درون و رقص با آن و موسیقی برون و رقص با آن چیز دیگر نیست. این موسیقی را عارفان خداوند می‌خوانند. وقتی که با آهنگ عارفانه و رقص عارفانه با هوشیاری انجام بگیره، خداوند هم با ما هم نوازی خواهد کرد. در این طبیعت زیبا همه چیز با هم هماهنگ هستند. درختان با زمین هماهنگ هستند. زمین با باد و باران، باد و باران با آسمان، آسمان با ستارگان و الی آخر. حتی یک جیرجیرک و یا قورباغه با طبیعت همان هماهنگی را دارند که قرش شیر و یا فیل داره. همه با هم اهمیت خودشان را دارند، زیبایی خودشان را دارند. یک برگ علف نیز به اندازه زیبا و با ارزش است که یک ستاره بزرگ ارزش داره. هر کدام چه کوچک و چه بزرگ در همنوازی هستی مشارکت دارند. هر دوی آن را غنی و پر بار می سازد. رقص ما و آواز ما همینطور. ما باید هرچه زود رقص و آواز خفته خود را دوباره زنده کنیم، مثل کودک آواز بخوانیم و مثل کودک برقصیم. در زندگی باید خوش بود. باید لحظه به لحظه های زندگی را با شادی سپری کرد. خداوند این زندگی را آفریده است و برای ما خوش آفریده است، خوب آفریده است، لذت بخش آفریده است. خداوند این گلهای بهار و این پروانه‌های خفته را که با بیدار شدن گلها آنها هم بیدار می‌شوند
برای لذت بردن ما آفریده است. خدا عشق است. خدا یک آفرینشگر، یک خواننده، یک رقصنده است. خداوند آن انسان‌هایی که عاشق تحقیق و جستجوگری هستند دوست داره. کسانی که خودکاوی میکنند خداوند دوستشون داره. به کسانی که با افکار به خود رشد میکنند بسیار علاقمند است. خداوند میپذیرد که آنان ممکن است اشتباه کنند، زیرا هیچ کس بدون اشتباه کردن قادر به آموختن نیست. خرد یک ترانه است. خرد جدی بودن نیست، بازیگوش بودن است. غمگین بودن نیست، جشن برپا کردن است. تا زمانی که خرد ترانه نشود حقیقت نیست، یک واقعیت، دانش محض، تظاهر به خردمندی است. اما فقط خرد میتواند یک ترانه شود، خردی که در نهایت یک ترانه می شود. ما باید سعی بکنیم در مراقبه بنشینیم و در مراقبه خودمون رو آزاد کنیم. هیچ راهی دیگری غیر از این نیست. منظور من مراقبه یعنی اون چیزهایی که در افکار ماست باید شناسایی کنیم و اون چیزهایی که در درون ماست باید استفاده کنیم. میتونم بگم آگاهی ما را از بدنمون رها میکند و لحظه‌ای که در میابیم که ما فقط بدنمون نیستیم، در همان لحظه همه خواسته هایی که امکان داشت از طریق ذهن و بدنمون برآورده شوند ناپدید میگردند. درست مثل آوردن نور به یک اتاق تاریک که تاریکی رو ناپدید میکنه. آگاهی همچون نور عمل میکند و تمام خواسته ها چیزهایی نیستند جز تاریکی محض و این شهد است. بودا تمام زندگیش رو صرف به دست آوردن جواب به سوالات بود. او سعی زیادی کرد ولی نتوانست موفق شود، تا اینکه متوجه شد که بدون هیچ کمکی و طرح و نقشه‌ای خودش را میتواند پیدا کند. به همین دلیل بود که وقتی به بیداری رسید اولین چیزی که بر زبانش جاری شد این عبارت بود: نوری باشید پیش پای خودتان. یعنی باید بالغ شویم. خودشناسی آغاز خردمندی است. انسانی که خردمند هست این انسان بالغه. بدون شناختن خویشتن آموختن دانش به نابخردی، جهل، ستیزه و رنج و اندوه می انجامد. من راجع به بلوغ صحبت کردم. دوست دارم بلوغ رو تعریف کنم با شما عزیزان. بلوغ اعتمادی ژرف به خودآگاهی خویش است. بلوغ کاری به سن ندارد، زیرا که ربطی به تجربه ندارد. بلوغ با تأثیرپذیری، تراوت، یکی بودن و معصومیت سر کار داره. ما معصومیت را برای کودکان اصولاً به کار میبریم. فرق بین کودکوار و کودکانه را ما باید به خاطر داشته باشیم. کودکوار بودن
فرزانه بودنه. کودکانه بودن فرزانه بودن نیست. کودکانه بودن یعنی نابالغ بودن است که به اصطلاح به رشد و بلوغ بسیار نیاز داره. امیدوارم که در جلسات آینده توضیح بیشتری در این قسمت ها با شما عزیزان گفتگو کنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و یاورتون باشه. متشکرم.